Hello my friends, how are you؟ آقا وزاویز حال احوال. اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه. توی این ویدیو میخوایم به موزیک ویدیوی این میلاه از پوتک ریاکشن بریم که نمیدونم یعنی چی. باید بریم و توی کار گوش کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ این موزیک ویدیو من یه اطلاعاتی رو داده باشم که دایرکتور با سپهر کمالی بوده، ویدیو پروداکشن و منیجمنت جلال کاظمی، دی او پی با فاتی سوپرانو بوده یا فتی سوپرانو بوده، بعد گیفر الکساندر کراوچنکو بوده، پی ای با امین کاظمی و ای نقطه خسروانی بوده و یه تشکر ویژه‌ای هم شده از رامین بنز. بعد پرودیوس بای کچی بیتس، کو پرودیوسر سوالک و ایلنویز. و عرضم به حضور که لینک این کارم من حتما توی دیسکریپشن واسهتون میذارم که اگه دوست داشتید برید کار از اونجا گوش بکنید. بر اونجا ویدیو ریاکشن به این کار ما 100% پاوز داریم و حرف میزنیم. و برای حمایت از ما خیلی ممنون میشم. لطفا ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغل دکمه بزنید که هر موقع ما ویدیو جدیدی آپلود کردیم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد. شما بیاین ویدیو رو نگاه کنید و از ویدیوهای کانال عقب نمونید. و همین دیگه، بریم سراغ ویدیو ریاکشن ببینیم برای بچه چه کردن. خب ادوایزری هم داریم. چی؟ این کلابریشن. خب اسم چیز دیگه، الکساندر کراوچنکو رو خوندم اسمشو. حال من بده. اسم روسیه نه؟ شبیه اسمای اوکراینی هم هستش. یه خود پوتک برات اوکراین بود. حال من بده، دستم سرده، بری بهتره، دیگه تکستره، اونی که صبح تا شب قفل رو درا هنوزم. دست ببینم صداش از اینجا کم نیست. آره دیگه من این قشنگ دیگه متوجه شدم. دیگه این سریو به گاهی نمیدم. یه بار دیگه. بهتره، دیگه تکستره، اونی که صبح تا شب قفل رو درا هنوزم اکسشو نکره برا، فقط میکنه بقیه رو نصیحت، خودش همه چیشو داده به فکر کنم. ادوایزری که اول ویدیو گذاشته بود به خاطر این خونی که تو ویدیو استفاده شده است. زمکسشو نکره برا، فقط واقعی نیستش، اینم الکیه دیگه، فیکه. میکنه بقیه رو نصیحت، خودش همه چیشو داده به فکر. صبح بلند میشه قلاد عشمه، یادش شیشم بگه دورش همه مشلاشیه، رفیقاش میزنن قیدش و تا عاشق میشه. زرویست این ویدیویی نیستش این، فکر کنم تو شیکر نیاره. دورش همه مشلاشیه، طرف رگشو زده تو وان هموم، اصلا غرق خونه، بعد حتما باید اونجا یه شیکر باشه. قلاد عشمه، یادش شیشم بگه دورش همه مشلاشیه، رفیقاش میزنن قید. آجی لومصب مثل ژله بود. یادش شیشم بگه دورش همه مشلاشیه، رفیقاش میزنن. قشنگ چیزه ها، شکنجه است، یعنی قشنگ دارن با روح و روان ما بازی میکنن این پافیوزا. قیدشو تا عاشق میشه میشکنن دلشو، میره سلامتی بی کسی پیکشو، میکشمه برام نیچوکی، حالیش نیستی، میخورم ویسکی، اونی که گذاشتم براش تله، همیشه میخواسته هر جا نره، تو مهمونی همه میخواننه، شب میاد خونه همه تن و تره، اونی که خوشیاش کوتا بیا، بازیش ندادی تو بازیا، با اینکه میدونه حق با اونه ولی همیشه تو بس و کوتا میاد. حالیم نی بچه خیلی جالبه اسم آهنگ. این میلاهو برعکس کنیم میشه حالیم نی. اینم خلاقیت در چیز دیگه، اسم آهنگه. حالیم نی حال من بده، دستم سرده، من کیم کستش. شبه دورچی میخونه. بده دستم سرده، من کیم کستش، هنو مونده پختش. شما کی؟ دستم سرده، من کیم کستش، هنو مونده پختش. تاثیر نمیفهمم. من کیم کستش، هنو مونده پختش. تاثیر اخلاق تخصش، زندگی تخمش،
اونی هم که همیشه خود هرسو عاشقی یعنی چی بفهمین حسو اموجی قلب بی جواب تو تکستو اصلا اون منو میخواد یکی کلم برو دیگه نمیخوام حتی برسی دیگه ندارم به کسی هیچ حسی بگو بیارم برای من هنسی اوکی با بگم خانومش هم گفته حق نداری نگاه کنی بگو بیارم برای من نگاه کن جان من افسردگی گرفته اوکی با جای ما بودی تو چیکار میکردی؟ کسی هیچ حسی بگو بیارم برای من هنسی اوکی با اپیشم با اوکی با اپیشم با اونی که ناخونش رنگ سیاه عاشق یکی نکیه با این که میدون کلا یه کانسپتی که تا حالا فکر کنم ما از پوتک نشنیدیم. اونی که ناخونش رنگ سیاه عاشق یکی خیلی تغییر کرده اصلا پوریا. نکیه با این که میدونه اقوانه همیشه تو بس کوتا میاد زندگیم شده من تلس انگاری دارم به جنس خوب میریزه روی نکلس آدم ها میدم بهم استرس حالیم نی حالیم نی حالیت نی حالیت نی حالیت نی نه هیچی نی حالیم نی حال من بده دستم سرده بری بهتره دیگه تکستره اینا میگذره برام عادته حالیم نی اصلا نمیخوره به موضوع ویدیو اون شیکر اونجا. برام عادته حالیم نی حالیم نی ماشالله ماشالله حاجی برام عادته حالیم نی حالیم پوریا تو فقط موزیک ویدیو بساز. حالیم نی حالیم نی حالیم نی حالیم نی بچه‌ها میخواستم بگم که موزیک ویدیو خیلی جدی نگیرید، یه وقت از این کارا نکنید، همش الکیه. نه تازه ادامه داره. به به شیکرهای اصلی توی ادامه این ویدیو قراره بیان احتمالاً. حالا معلوم نیست کی قراره منتشر بشه ولی به شدت منتظریم پوریا جان. خب آقایان، ویدیو ریاکشن به موزیک ویدیوی این میلا یا حالا همون حالیمنی از پوریا پوتک. حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسید. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما بودی. ان شاءالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. به امید روزای خوب تا یه ویدیو ریاکشن قسمت دیگه. فعلا خداحافظ.